سلام سلام سلام، صبح همه بخیر و شادی باشد. روزی من سر میشه در همین گلا. من نگاه کنید، گلی روزا گفته بودم که چخه بیار. من 2 هفته شد، 3 هفته شد ویدیو کرده بودم چخه مایده چه بود. من نگاه کنید کلیتا کاشم چخه کلام سبزی داره. الان من کورک کرده برای گل کنه. من گلش رنگش چخه الان یعنی گلش گفتاست. من راستی باور نکرده بودم که من کلیتا کاشم بگیره. نکنی ببینید واقعا قدی همین که قریب برابر شد. اصلا بی‌آرق شروع بوده. صدای اینا با اینقدر گلش شکفت با از نب قایچ میکنم که خیلی ساده چه شود. من اینا چه شد اینم بی‌آر بود است. راستی اینم گلش خوش شروع حالا نکی گل نکرسو چه میگود من خوش شروع سبزیده است. چه خوش شروع شده است. بالکن باشه تربوز نگاه کنید چه دراز شده رفته که من بالا بکشیدیم. با اینش نگاه کنید با اینجا با برامده گذشته رفت. نکی تربوز چند وقت از راستی گم هموقع کلان شدم به اوخه راستی وای نشد جا تنگی خیلی. من نگاه کنید تربوز چند وقت از لکه اما جاش برم خیلی تربوز چند تگی انداخته است. خیلی کوی تربوز کلان نمیشه دو خیلی کو انتریس نشد. من اینجا با تربوز چند انداختش که چه کلان شده راستی رفته است. بالکن نیروز که برون تا اینا چیز به پر. من این گل باشد وایب خوشش نبود است. آفتاب خوشش نبود است. خیلی برگشت میسوخت است آفتابنده. پیش آینه بود ایستون گرفتم گفتم خانه بگیرم همینه تو سوگم دوسیته همه‌شو بریده پفتن در کار نظرم به این هاش من میگذارم گفتم هاش از بریده میپرتم خیلی سوختگی هاش می آفتابنده میخشتگی. اینجا اگر راجع و ها ریحانو خیلی شروع نبرومده سو به هر حال کم کم نبرومده است. اوکراو و ریحانو من با اینش ریحانی سفید و اینش پیاز من شکل دیگه گل اینها وایب خوشش نبود است. آفتاب من سوخت راستی قه وشتکش نه که خوشرو سبزیدگی من با اینجا چه خوشرو سبزیدو همین ورشوزی کنده میپرتم. ما با هوا بی حد خیلی خنک چند روز ایستم که یگان آفتاب ندیدیم گشته همه زمینی چیز پوشی بگذشت کو از من آفتاب خودش نشان داد سو که ایاس آدمی گذشتگی همه کرتکای و شپککی نامسکی آدمی نگاه کنید کرتکا پشتی کرتکا چه من تربوز زورو تربوز آن زدگان تا کرای هموقع ایسون بیسو کشاله کرده من بالای جدا کرگی چیز به آب و فون خیلی چیزا با خیلی بیخش به باید داد آب داده خیلی کافته میستم من چوب چماندگی خیلی کافته میستم که هیچ چیزی نشود گفته خیلی راستی خیلی گل پرورم نیومد به هر حال خیلی کو نگاه میکنم. همه مغازه فیکس پریس راستی گفت چه شد نام دادم گفتم یک بیایم چیزی نویگری باشد. اینجا همون گل و سوانیرای پیشینه برای سوانیر است نمونایی ها برای نگاه داشته پیش دیوانه و میماند ستینک چوبه من اینجا رمکای صورت مانی ایسون برای خیلی کشت و کار من اینجا توبک های شیشگی پلاسمسی اینجا برای زاده روز همه چی هست اینجا برای زاده روزی فرزنده گل من چند سالگی چیزی شاریک یکستو چیلتش نبوده نورو بوده است تروبچکا برای آبخوری همسیره شامپون و کراسکه های بلزم این بلزمش برای که موی دخترایی که شخ میریزن این بلزم به حد ناز میکنند. آلاینش نرخش 55 77 شده که دیگر این زرده همین گرفته استفاده بردم به حد موی سلیقه خوش رو میکنه دیگه شده که استفاده نبردیم نمیدونم کراسکاشم راستگم نمیدونم شامپوناشم اینقدر نمیدونم و کریماشم ناز کریمای دست و پوچکو این خیلیش ناز صابون سالفیتکه ها اینجا همین نرخ نواش معلوم اینجا 55 77 اینجا سالفیتکه های نه اینش گرفتم سالفیتکش ناز برم نه اینش سالفیتکش ناز بوده اینجا سریعتوایو جیتکی میلیو من خاکه هایو اینجا ویشیل همین ها پدوشکچه ها اونه ها نالچکچه های مایده برای بالیشت 140 روبلی دانش اینجا پلاتینسچه هم دست خیلی سمایلی گامه دست با اینجا پسوده ها
آمدیم به سوداش و نخه به سوداهای با نوین که برامده است کلان اومدیم جد کمپنی اینجا ها ریزینی من تکشه کلام کنید با کلام میشه نخه منم اینجا می چیزا قاشق مانکو کارد مانکو همش برای یعنی کخنه همه چیزا شاید من اینها آهنی ماشم بس برای پرشکا پزی آور جور جور گیریم هجا من دیتسکی خیلی با بطول کچه آورده است چند بار گفتید یوسف جان؟ سیم 77 رو در سیم گفت است قدامشی من گروی برکن من اینجا استکانا همنشی می؟ معلش همنش معقول می؟ معلش همنشی گیر انداخت کرزین که اما انداخته اینجا به طبقچه ها امداز نگاه کنه چقدر طبقچه نازکه 77 روبل دانشم ها پیش 55 بود 77 روبلش دست برای ساوس گیری من با این کاسچه های سیب ایفان برای مرچ انزی من اینجا کرزین که جوی سبچه من گفتم چقدر بسیاری آورده است من اینجا روزگار برای اوبورکا تریابکا و سیمکا همه چیش هست فای آورده است پختگی من همه رنگش های 199 روبلی من با این خواه 149 روبل من اینش با تیگرچه بوده است حاضره وایبه ناز نکی خیلی سبوکا یک بستم با من همه سویتش های من دوتا استکانچه گرفتیم اینش 55 اینش 99 رو بود دست تیرماسچه یوسف اینا و برکره ابراهیم اینشه خیلی مایده شده برای بچه ها خیلی نواش هم دست برای خوراک بری گرفتیم اینش برای سلاتو اینش برای افقات بردن و من همه یک شرف نشان دادم 149 رو بود بگیتم نگاه کنید چه پختکنی خیلی برای بستن به حد نغز من این بود فیکس پریسی ما مایده شدیم من امروز اول پریس من زکاس کردم بريشتشيو خطي وياش تالستوف كتشاش سكاس كرها وانا منا اكتيكي 650 روبل یا 630 روبل با اني والبريس ابراهيم جان زکاس کردم یوسف خان گفتم زکاس کنم اول گفتم یک زکاس کنم گفتم معقول شد و یوسف خان زکاس کنم گفتم معقول شد به حد نغز یعنی کاچتواش بوده است خیلی حاضره ما با نغز این موقع خنو و گرم نی هوای ما گرم نی حاضره با یعنی مترلش من خیلی بیچی نغز بوده است من نشان میتیم چه خیلی زکاس کردن باید بار دیگه از من میپوشنم ابراهیم با که نمیبینیم چه خیلی میشه زکاس کنم من پیشتن گردنش چی؟ این تگرش به فوتبال کنم پوشندگی نیرستیم تو پوشندم نگاه کنید چه خیلی نغزه که یعنی بنورک 650 بود یا که 600 چند روبل بود یا بایستید مترلش من مترلش چه خیلی پیشتن گردنت چی؟ یا با پیشتن گردنت کپشان کاشم بینیم پیشتن گردنت پیشت تنانگی پاوکان بینیم چی؟ خیلی من کاستومچه باران هم گذشتگی با چلویت پاو مادرم دین رجدنی یوسف با گرفتیم قطعی بریشچش گرفتیم نکی یوسف با مایدگی کرد و ابراهیم جان با توغری آمد بریشچش نکی یوسف با چیم بود و آوشکرام دادم بریشچشه گفتم یوسف با از نو یک دیگه خیلشی میکنم اینا گفتم ابراهیم پاشه هوای ما راستی خونوکا گذر وقتی نمیخواد چیز پاشی از شورتیکو فوتبالکای گنداشته ماندگی یعنی سیزانی همین چیز همه گفتم یک تا ابراهیم یوسف با یک خیله گیریم دم بچه‌ها راستی تیز کلان شدن شکر خدا که چیزاشو مایده چه شد نمینه مادرم گرفتم دیدم قطعی بریشچشم به مترلش نغزه چه پشمن میزنه لیخه نه مترلش مترلی سخته که بوده است نمینه هر توی نه کامپلیکره گرفتم دیدم از اینجا با دستورخانه کچاو گرفتم داشتیم دستورخانه بنیتی اینی زادروزی ماما یوسف با میانزم گفته گرفتم خیلی پاوک زکاس کرد ماما با من انداختم نه خیلی ستینی مابنش منو گلدار از من کنی میکشم چه خیلی میشه من گردش تورک دادی مترلش یعنی داغا نمیگیره داغا میکشد روغن شودم داغ شودم داغا خودش به نمیگیره از من بار بولی یعنی گریم با میکشم چه خیلی میشه
من نگاه کنید چقدر خوش شروعه. تگرش وقتی دیگه صفحه دستورخانه بیش نمیاندازم، ابروش نمیاندازم. من اینجاشم یعنی محکم کنند. من یعنی یک تا خانه من به گردش به کرپچکی میشدن مینبه. نظر از میرشی میبینم چند باشد. دوی چند به یکو چند بود. من نمیخیال آمد. نگاه کنید چقدر خوش شروع یک گرداشم شروع مبینشم خوش شروع. خواستم ویلورین گرم از ویلورین ویو. مترلش غفصی قابل بودم. گفتم همین گرمی مترلش آبکشایی ناز گفتن. همین مترال گرفتم. من نگاه کنید مترلش چیه؟ فرنگی آبکشا با این ستین. من گرده کاشم شروع دختگی مستحکم. همین معقول شد. همینه راستی گرفتم. با گرفتم داتا همین سچاقچی دست بکن. من داتا یخیله مایده چی ناز. من باز نه این سچاق گرفتم. اینه با نمود دیگه کبوتی بنورش زکاس کردم نبوده است. همین فقط همین است. آچو بچه یعنی کلانو مایده یعنی بانی دستو رو پاک کن. نرخش 700 روبل. هم خیلی دوتانه مین پر. اینها 50 روبلی دانه شو. دستورخانه گرفتم یعنی 800 روبل یا که 800 روبل بگرفتم به فکر منم. این دستورخانه همین یعنی گرفتگی یعنی چیزای لازمه. من راست دارم که بچه ها بازی میکنن. این نمیدونم چیزی ریزینی ویازی همین که بچه ها بسیار بازی میکنن. بعضی ها گفتن خیلی گنده، بعضی ها گفتن ناز. که من نمیدونم اینها گرفته مینه. من عادت سیته. من هم اینها بازیشون با خوش. یک تاش این من پیشم این خیلی وای بازی. من دارم می نه کلوچاش زیر کنیم. همین حاضر بازی کنیم چی؟ بیا متهمی بازی ایسوف. حاضر بازی میکنیم. متهمیش داشت یک دوست سکریم ابراهیم جان. ها ابراهیم جان. ها ابراهیم جان. ها من شدم دوتا سیته 4 تا دوتا شما بریدین می ده دیدی می دوتا شما با من دوتا شما با خان یک تا من با یک تا یوسف با شد می ده متهم. منم باز مرغ 10 کیلو شبرم مرغ پختم. من راستیگه همراه مادرم کمتر کارام بود. پگاه توی نصیب دوتا توی میریم. اول سحر با بعدی ابید دوتا توی. یکتاش استرخشنی یکتاش وروخی برای سلات کنی. من اینا پختیان این تفر حاضر یا برای ریزی کرنگی آسان شود کارما برای آنکه ما دوتا توی بمیریم وقتمون نیه. یعنی هرچی نش ریزی شود با کارما آسان میشد. ما حاضر ساعتی باید 3 شب خسته رویم در با آشی نکاح بعد ابید باز یک دیگه توی خانه میریم. توی خانه نوبه. منم این مرغ پخته است که تافکش به اینا کردن. یعنی ماینیز مو وایسفنگ بکنیم. ماینیز نمک кетчупи و بلغاری شد می دیگه چی نمی. منم این که من زگه تافکه کردن 3 ساعت ایستاد. بعد من خوب کم پخته کردم بیاد ملایمه که یعنی ساچ نیام دیگه من کنید چقدر خوش شروع پختگی من در ناش بیاد ملایم که نفس با حالی انشالله نصیب با روزهای نزدیک با توی میشد. خدا خواهد میریم با ما یعنی مرغشه میپزیم. من خودم نیز گتافکا کنیشه نشان میدم. راستی کارم بود برای همین نگرفتم که چند کس التماس کردن که همین گتافکا کنیشه نشان دید. انشالله روزهای نزدیک با میشد دوم یا با هفتم هست. خدا خواهد نصیب میکنیم. من همین یعنی پگاه انشالله با توی ویدیو میشد. این بود امروزه یعنی ولاگی من دخترا. با ویلاگ‌های نو انتظار شوید. انشالله با توی انتظار شوید. باقی در پناهی خدا باشید.